سلام به دوستان عزیز، امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. امروز همینجوری که از تامنیل و تایتل ویدیو دیدید قرار با هم بریم نایف افسانه‌ای رو بگیریم که میتونم بگم یکی از بهترین نایف‌های اپیک بازیه که راحت میتونید باش موومنت بریم و خلاصه وقتی گان سویچ میکنیم و نایف رو برمیداریم یه نایف رو میندازه بالا. خیلی خفنه بچه‌ها، توصیه میکنم حتما بگیرید. دوستان قبل آموزش یه نکته بهتون بگم، دوستان چنل رو ساب کنید که برای رشد و پیشرفت من خیلی خوبه. لایکاش هم بهتر کنید دیگه، عشق منید. خب آقا بریم سراغ آموزش. بچه‌ها اولین کاری که باید بکنید رنگ بتل یا مولتیتون رو لجند کنید. فرقی نمیکنه، فقط یه فرقی که تو ویدیو بهتون میگم. الان مثلا رنگ بتلم لجنده، بعد مثلا زیاد بازی کردم این توکناشو اینا رو دریافت کردم. خب بعد حتما لجند باشه که تا بتونی این توکناشو دریافت کنی. خب بچه‌ها این قسمته که میبینید سمت چپ یه کادر آبیه الان مشخص کردم براتون، اون قسمت رو بزنید. بعد سمت راست عکس یه تفنگی اونم بزنید. بعد با همچین صفحه‌ای روبرو میشید. این قسمت هست که عکس جابجا شدن رو داره نشون میده، نمیدونم چیه حالا، ولی خب رو اون بزنید. روی قسمت 2022 وقتی زدی روی 2022 یه میزنه سیزن یا نمیدونم یه چیز بعد 3 داره آخرش. خب روی اون بزنید، بعدش هم دیگه اوکیش کنید. وقتی اوکیش کنید یعنی که تاییدش کنید. وقتی اونو زدین گزینه 17 یعنی 18 تا چیزو شما باید بگیرید دریافت کنید تا اون نایفر رو ولی نه شما 17 تاشو هم بگیرید اوکی دیگه. 18مین یه دونه گان اپیکی که خلاصه به کارتون نمیاد. حالا بعضی دوستان اونو بگیرن دیگه، اون مسئله شخصی خودشون. خب دوستان یه نکته هست که اگه کاپ بتلتون رو میخواین لجند کنین، نه یعنی کاپ بتل یا مولتی رو لجند کنین، اینو بگم مولتی 60 الی 120 تا بهتون میده که یه چیز کمیه، ولی دیگه حالا مولتیه چون زمانش و اینا کمه اینو بهتون میده. ولی بین ناکنین اگه مثلا اول بازی ببازید و اینجوری خب احتمالا کمتر از اینا بهتون بده. و بتلش هم اینجوریه که 120 الی تا 200 رو بهتون از این توکنای تفنگ میده. و اینم خلاصه هم اینجوری که اگه مثلا برید بتل بازی کنید ببازید یا مثلا اول بازی ببازین کم بهتون میده، ولی اگه ببرین احتمالا 200 یا شاید هم بیشتر بهتون بده. نه بیشتر نمیده، 120 تا همون 200 رو بهتون میده. خب اینم از این. خلاصه برید عشق کنین نایفر رو دریافت کنین که خیلی 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 خفن. توصیه میکنم حتما بگیرین این نایفر رو. من خودم از نگرفتم، دارم واسش برنکاب میکنم و آلکاتراز. از نظر من بچه آلکاتراز بازی کنین. میدونین چرا؟ آلکاتراز بچه هر بار 5 بار ریوایو میشید، ولی بتل معمولی نه دیگه. مثلا اون دیگه بمیری یارت باید بیاد تگ تو بگیره، یا مثلا تکی اگه استارت کنه خب این خیلی بده. پس نتیجه میگیره آلکاترازم خیلی خوبه اگه بازی کنید. حالا اگه مولتی بازی میکنید که دیگه حالا هر جو خودتون دوست دارید، ولی از نظر من بتل لجند هم آسون‌تره هم توکن بیشتری بهتون میده. مولتی خیلی سخته رو یه خورده دنگ و فنگ داره. خلاصه همین دیگه بچه ها. نایف هم تصویرشو براتون یه بار دیگه میذارم، خیلی خفنه. یه نایف دیگه هم هست که رنگ آبیه، اونم تصویرشو براتون میذارم. اگه میخوای آموزش اونم براتون بذارم. اونم نایف خوبیه مثل همینه، فقط رنگش فرق داره، اپیکه. بعد مثلا پس زمینه چیزم داره، زنده هم داره. اونم حالا میشه گفت نایف قشنگ و زیباییه. خلاصه همین آقا، مرسی تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. بچه حتما چنل رو ساب کنید، ویدیوشو لایک کنید، زنگوله کنارش هم بزنید. مخلص همه کات.